سلام، من دکتر باسکول هستم. براتون پیش اومده موقعی که ترازو را روشن میکنید و وسیله‌ای برای وزن میذارین روی ترازو عدد منفی را به ما نشان میدهد. یعنی وزن 2 کیلویی را روی ترازو میگذاریم و منفی 2 کیلو را به ما نشان میدهد، یا سنگ 500 گرمی را روی ترازو گذاشته و منفی 500 گرم را به ما نشان میدهد. توی این ویدیو میخواهیم دقیقاً بررسی کنیم چرا این اتفاق میافتد، چطور عیب‌یابی کنیم و چطور درستش کنیم، و در آخر هم چند نکته را بهتون میگم برای این ایراد. بریم سراغ آموزش. ترازو را روشن میکنیم، وزن را روی ترازو قرار میدهیم. عددی که به ما نشان میدهد عدد منفی میباشد. بریم مرحله به مرحله بررسی کنیم که ایراد از کجا هستش. ممکنه مشکل از لوتسل باشد، یا از کالیبراسیون ترازو باشد، یا حتی از مدار و تغذیه برد باشد. تست شماره 1، بررسی مکانیکی لوتسل. چیزی زیر سینی لوتسل گیر نکرده باشد، یا قاب بالا به شاهنگ گیر نکرده باشد. قاب ترازو را به آرامی از روی ترازو جدا می کنیم. این شاهنگ لوتسل می باشد. این شاهنگ لوتسل نباید به قاب بالا متصل باشد. باید فاصله بین شاهنگ لوتسل و قاب بالا باشد. تست شماره 2، تست ولتاژ یا اوم لوتسل با مولتیمتر. ابتدا چک میکنیم که سیم هایی که روی برد وصل می شود درست باشد. نحوه سیم های لوتسل به این شکل روی برد وصل می شود: سیم اولی سفید، سیم دومی سبز و سیم سومی قرمز و سیم چهارمی مشکی می باشد. مرحله بعد باید ولتاژ خروجی را چک کنیم. در حالت عادی نباید ولتاژ یا مقاومت عجیبی را نشان دهد. سیم هایی که ولتاژ خروجی را به ما نشان می دهند سیم های قرمز و مشکی می باشند. اگر لوتسل تحت فشار یا ضربه باشد، مقدار پایه های تغییر می کند و عدد منفی ظاهر می شود. اگر ما لوتسل را اشتباه جا بزنیم، یعنی باید لوتسل عدد پیکانی که روی لوتسل قرار دارد به سمت پایین باشد. اگر این پیکان به طرف بالا باشد، عدد منفی را به ما نشان می دهد. مرحله دوم، ممکن است که کالیبراسیون یا برد اشتباه باشد. بررسی کنید که ترازو به درستی صفر شده باشد با استفاده از کلید زیرو و کلید تیر. مرحله بعد
آیسی A2D بورد. همچنین ممکن است آیسی مبدل آنالوگ به دیجیتال یا همون A2D توی بورد مشکل پیدا کرده باشد. این آیسی A2D می باشد. این آیسی وظیفه دارد که سیگنال لودسل را تبدیل کند. اگر خراب باشد اعداد منفی میزند. نکته بسیار مهم: برای تعویض آیسی روی آیسی یک شماره نوشته شده است. باید آیسی که تهیه می کنید با شماره آیسی سوخته یکی باشد. راه‌حل‌هایی و توصیه‌هایی که برای این ایراد میتوان گفت: اول اینکه اگر سینی ترازو کج بود باید درستش کنید. اگر لودسل فشار دیده باشد یا شکسته باشد باید تعویض شود. اگر کالیبره به هم خورده باشد باید کالیبره کنیم. ما توی ویدئوی بعدی نحوه کالیبراسیون این ترازو را بررسی خواهیم کرد. اگر آیسی A2D خراب باشد باید تعویض کنیم. اگر سیم‌های قرمز و سبز جابجا شده باشند همچین ایرادی را ممکن است روی ترازو به وجود آورد. جمع بندی: عدد منفی توی ترازو دلایل مختلفی دارد. مهمترین آنها لودسل که شکسته شده باشد، کالیبراسیون اشتباه یا مشکل در بورد قسمت A2D. با این روش که گفتیم به راحتی می توانید عیب را پیدا کنید و برطرفش کنید. اگر برات مفید بود کانال دکتر باسکور رو سابسکرایب کنید و هر سوالی داشتی توی کامنت ها از من بپرسید. تا ویدئوی بعدی، خدا حافظ.